به نام خداوند بخشنده مهربان. از خداوند مهربان خواهانی هستم که شما پیشوای دین را عمرتان را خداوند زیاد گرداند. در پیش بازار سامانی دیسکوتک کشادند. جوانهایی هستند که راه فسق و فساد را انتخاب کردند. با همین جوانها چی گفتنی است؟ ما میگیم حیف همون جوانی که در دیسکوتک باشد. حیف به تو که تو در این عمر خودت گویم خیلی و خیلی جبر کننده هستی و دشمن عمر خودت هستی و دشمن حیات خودت، دشمن آینده خودت هستی. و وای به حال همون کسانی که این دیسکوتک ها را هوی میکنن، کشاده میکنن، همه شرایط فراهم میکنن که تا که جوان دخترها و جوان پسرها رفته چه در همون داخل در همین کارهای فحش و فحشایی اونا مبتلا شوند. برادرها و خواهرایی که از ویتیلیگو یعنی از سفید شوی پوست اذیت میکشید، بهترین راه حل را شرکت شفافرما به شما پیشنهاد میکند. مرحمت به شما ماز پیگمنتو و تابلت پیگمنتو را توصیه میده شرکت شفافرما که در مدت کوتاه‌ترین شما میتوانید پیگمنت خود را یعنی سفید شوی پوست خود را برطرف کنید. برادرها و خواهرایی که در همین مشکلی دچارند میتوانند مراجعه کنند و کسل خود را تبابت کنند. برادرها این میدونید چیه؟ یا پوچکی ای فیلم عربی میاد میگن. این میتونه سنگ نمک گرده های شما را بریزونه و همچنین وسپلینش بگیره. برادرها که پریستو میخوان گرده هاشو میتونه که تبابتش کنه. سلام دوستا، با شما صمیمانه کورس لیچنش پیشنهاد میکنم. کورس لیچنش 8 تا 12 کیلوگرم وزن میگیره و از موج بشامش تا 15 کیلوگرم. همچنین گردش خون تیز میکنه، تنه را به خود میکنه. ماشین مسئله مرحمت به شرکت شفافرما زنگ زده، شرکت شفافرما مراجعت کرده به متخصصاش داروی خود را دسترس نمایید. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. باور کنین دشمن نمی ملت ما هستند، دشمن ملتن، دشمن دین بودنشان یک طرف، دشمن ملت هستند. تصور کنید که همین جمعیتی که ما و شما هستیم هممون بچه داریم، هممون دختر داریم. وقتی آوازه و دروازه همطریق دیسکوتک ها به گوش فرزندای ما و شما میرسن که خیلی کار شیطانی و کار فحشایی با به خودش یک شیرینی داره، وقتی که همین آوازها آمدن میگیرن خیلی میگه که یک بریم تماشا کنیم، میره یک بار تماشا میکند، جلبش میکند، دویم بار سوم بار میشود مثال گوییم که از گروه همون جای بدبختی. برای وای به حال همون کسانی که این دیسکوتک را کشادن و برای این جوانای ما هدیه کردن. جوانای عزیز، اگر شما جوانی همین تا بننگ با ناموس باشین، به همون تا گذشتن همون تا که میگذارین خیلی که در راست قبرستان دعا میکنین، در همون جمع دعا کنین که خداوند شما را رحمت و مغفرت تان کند که شما از جمله همون انسان‌های اگرچه در حیات هم باشین هلاک شدگی، اگرچند اونجا از قبرستان ده هم چی است اون مرتبه و مقام هم ندارد، ولی گذشتن دانده دعا کنین همونجا ده که خدای مهربان اگر هدایت میکنی بکن، نمیکنی همین امارت رهبرش قطعی گم و گروش که خدای مهربان. این بدبختی است برادر عزیز و گرامی در دین ما، در ملت ما که فرزندای ما را که دعوت چیکار میکنن. مثال ده تو نمیکشای یک جایی که فرزندای ما تعلیم و تربیه گیرن، یک کاری را نمیکنی که در او یک نفع مثال همین ملت و همین جامعه باشه. همین قدر همین یهود و همین دنیای غرب این بدبختی های را که با طریق تلویزیون و با طریق مجله ها و با طریق تلفن ها به همین جوان ها وردیستند، باز تو در پهلوی همون دشمنای خدا ایستاده و باز در همین دین خیانت میکنی. پیشگاه خدا در چی جواب میگوی آخی؟ او تنگه و اون پولی که از اونجا درآمد میشود او از گوشت خوک دام حرامه برادر عزیز. وقتی از اونجا مبلغی که تو به دست میاری. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان.
هم زبان عربی قدی نویسگه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. این یکم آیت. به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم. انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسگه، هم با زبان کریلیکی نویسگه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مالداری او خواه وظیفه‌داری او خواه دینداری او، لیکن معلم ما سرور ما به ما و شما چی میگوید؟ فظفر بذات دین تربت یداک. همه شما جوانها ده من مصلحت میدهم، گفت پیغمبر که دیندار بگیرین. زن دیندار گرفتین برای شما خدمتگار میشوند و خاندان تو پربرکات میشوند. و اگر جمال داشته باشد و نماز نداشته باشد، جمال داشته باشد و از خدا نترسد، جمال داشته باشد و حیا نداشته باشد، جمال او برای تو چی منفعت میبخشد؟ اون جمال بعد یک سال یا بعد نیم سال اون جمال از چهره وی دور می شود. جمال او ابدی در او وجود ندارد. مالداری هم مثل همین است. به دولت مناز و به محنت ملال. سعدی را خدا رحمت کند. انسان باید به دولتداری ننازد، به کمبغلی هم ننالد. میگه به دولت مناز و به محنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. اینا زود هستند که یا آدم کمبغل به دولت می شود یا دولتدار کمبغل می شود. این تجربه حیاتی امروزه ما و شما برای ما و شما درس شد. یک کنایه بود در یک زمانها. هیچ بودگان هر کی شدند، هیچ بودند امروز کس شدند. دولت نداشتند دولتدار شدند. دولتدارها امروز بی دولت شدند. امروز ما و شما دیده ایستاده ایم. حضرت میگد همین است رسم سرای درشت، گه پشتی زین و گه زین به پشت. این رسم سرای درشت، این سرای درشت، این دنیای بی عدل، این دنیایی که ما و شما داریم، این سرای درشت است. این حضرت سعدی میگوید که انا این قاعده دنیا همین است که گاه در پشت زین هستی، گاه زین در پشت تو هست. یعنی این دولتداری و مالداری شما ابدی نیست. برای همین اون مالداری را که ما و شما میگیریم، مال وی زود است که از دست او زوال می شود، می رود. وقتی وی کمبغل شد چکار میکنی؟ باید که وی تو طلاق دهی، زیرا تو برای مالش وی گرفته بودی. ولی حسبها، پدری وی وظیفه داشت، برادرش وظیفه داشت، فردا فرمان برآمد از کار بیرونش کردند، باید وی تو طلاق دهی، زیرا مقصد تو برای وظیفه داشتن برادری او بود، پدری او بود. دیگر وی برای تو محبوب نمی شود. از این خاطر تعلیم رسول اکرم گوش کن در کار. دیندار، با ستر، با حیا، این برای ما و شما مبارک است. السلام علیکم داملای محترم. با عقیده بعضی اشخاصان میگویند که در مسجد از جانب چپ یا راست ایستادن نمازخوان از جهت ثواب یگان فرقیت دارد. هست حدیث پیغمبر خداست کسی که در طرف راست امام است ثواب اونها بیشتر است. یعنی کسانی که اگر از این جانب می نشینند، این جانب طرف راست امام است، اینجا رسول اکرم گفتن ثواب زیادتر است. در داخل مسجد از جانب چپ قامت گفتن یگان نقصان دارد؟ نه، باکی ندارد. از هر جای مسجد اگر قامت برای نماز گویم باکی ندارد. از هر جای قرآن، از هر جای مسجدم اگر قرآنم که خوانده شود باکی ندارد. یک سوال دیگر آمده است که اگر از بین قوم یک کس قرآن خواند و پیش و پس وی آدمها باشد یگان زلال دارد؟ نه، زلال ندارد.
از کجای اگر مسجد از قفا است از بین است، وقتی آیت خوانده می شود این یگان زلل و یگان نقصان ندارد. محترم حاجی میرزا، ما یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه فهمیدن میخواهیم که شعرهای عمر خیام در کدام موضوع نوشته شده است. میخواهیم که در یکی از نمازهای جمعه سخن گویید. این عمر خیامه که این فیلسوف خدا رحمت و مغفرتش کند که امروز اکثر شرابخورها اکثر حرامخورها میگویند گویا که شعرهای عمر خیام یعنی فقط به خمر و به مینوشی دلالت میکند. این البته به البته غلط است و خطا است. عمر خیام نفری هست که اولین همین جدول مندلیو میخونده ما و شما در مکتب از خیمیا. انا همین جدول مندلیو اولین خیمی که در روی دنیا عمر خیام است. کشفیات این از طرف عمر خیام شدگی است. این حضرت در باب توحید، در باب خدا ترسی، عشق به پروردگار صحبت‌های زیاد دارد. میگوید فریاد که عمر رفت بر بیهوده، فریاد که عمر رفت بر بیهوده، هم لقمه حرام و هم نفس آلوده، فرموده ناکرده سیاه رویم کرد، فریاد ز کرده های نافرموده. چی یک معنی های خیلی زیاد دارند. یا دیگر شعری او را میگوییم دانی که سپیددم خروزی سحری، هر لحظه چرا همه کند نوحگری؟ چرا همین خروزی سحر فریاد میزند ای صاحب خانه از خواب بخیز؟ دانی که سپیددم خروزی سحری، هر لحظه چرا همه کند نوحگری؟ یعنی که نمودن در آینه صبح از عمر شب گذشت تو بیخبری. ای غافل از خوابت خیز، از عمر تو یک شب گذشت چی بندگی به خدا کردی؟ میگوید این برای تو این خیل میگوید. این را عمر خیام میگوید. خدا رحمت کند عمر خیام. یگان خیالاتی بد نسبت این نگذرانید. اینا همه فیلسوف، همه این عالم های برجسته اسلام هستند. در یک شعرش میگفت که من در بسیاری از موعظه ها در معرکه ها میگویم گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت. این تعلیل حدیث است. گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. ای انسانی که تو امروز از پی نفس، از پی خواهش نفست حرکت کردیستی، یقین دان میگوید سوره یوسف این النفس لعمارة بالسوء، این نفس شما دشمن شماست. این تحلیل آیت است. گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. بینگر، حضرت میگوید همه شما را خطاب دارد، بینگر چی کسی و از کجا آمده ای؟ میدان که چی میکنی، کجا خواهی رفت؟ از کجا آمدی؟ از کجا آمدی؟ و برای چی آمدی؟ و چی کار کرده ایستاده ای و کجا می روی؟ این چهار چیز تحلیل که میگوید. این همه شعرهایی هست که فقط به سوی دعوت حقیقت، به سوی دعوت راست ما و شما را دعوت کردن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم حاجی میرزا، به سوالهای زیرین جواب گردانید. شخص مست از دنیا سفر میکند، چرا به او جنازه میخوانید یا جنازه میخوانند؟ دوم، خطبه نمازها چی معنا دارند یا خطبه نکاح؟ ای خطبه نکاح
و خطبه جنازه خطبه خود از کلمه خطاب است. یعنی خطبه ها همه سر به سر چه تحلیل های زیبا دارند، چه یک معناهای خیلی بلند دارند، لیکن افسوس که این جمعه های ما و شما یعنی فرصتی او را ندارد، وقتی او را ندارد که ما هر یک دانه خطبه را برای شما تحلیل کنیم، از جهت نرسیدن جای، از جهت در بیرون بودن مردم. دیگر ما وقتی نمیابیم که به شما خطبه را دانه به دانه تحلیل کنم و الا انشاءالله اونقدر یعنی علم ذره داریم که همون خطبه ها را برای شما تحلیل کنیم، لیکن فرصتش نمیرسد. خطبه این یک خطابی هست، باید خطبه هم به موعظه گذرد. لیکن آدم های مستی که از دنیا میگذرند چرا جنازه میخوانید یا میخوانند؟ در اصل ما چندین آدم های مست جنازه خواندیم، چندین آدم هایی که از گیرین مرده بودن جنازه خواندیم، لیکن همونها فرزندهای قوم ما بودن، فرزندهای کسانی بودن که در همین پهلوی من نماز میخوانند. از ما خواهش کردند که نماز هم را خوانده دهید. اگر من نمیخواندنم دیگر کس میخواندش. امروز یک شرایطی شده است که یعنی اگر چی من ردم کنم بگم همین انسان ایمان ندارد، حالا که من 10 دلیل دارم که آدمی مست از دنیا میگذرد یا آدمی که از گیرایی کشیدن میگذرد یا در راه دزدی میگذرد، اینا نفرهایی هستند که اگر تمام مولوی های دنیا جنازش خوانند و ایمان ندارد. لیکن امروز یک وضعیت شرایطی شده است که وای باید به جنازه نماند. همه شما این شرایط و این وضعیت میدانید، لیکن یقین دانند که جنازه ما که خوانده می شود، لیکن وای هیچ یگان فایده از این جنازه ما برده نمیتواند. لیکن زیرا که وای خودش نجاست است، وای خودش بی نماز است، در او چگونه نماز ما درست می شود؟ السلام علیکم داملای محترم. خواهشمندم با سوال من جواب پر دهید که برای دیگران هم عبرت شود. شخصانی هستند که بازم روزه نگرفتن و نماز نخواندن، دین را تحقیر کرده، دینداران را دشنامهای قبیح، مردم را از رفتن مسجد منع میکنند. در اسلام جنازه کردن این چنین شخصان چی معنی دارد؟ من گفتم کسی نباشد وای وقتی که مثال ترغیبات های ضد دینی میبرد یا اینکه مردم نمیگذارد که مثال به مسجد رود، یقینا و ایمان ندارد. لیکن باز بر این خیل انسان ها جنازه خوانده هم که شود، اونا تماما همون خاطرشان جمع کنند، برای که هر چی که در حمید گفتی خداوند در سوره زلزله که و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره، هر چیزی که اگر به منزله یک ذره در دنیا نیکی کرده باشی خدا تو را پاداش نیکی میدهد، اگر یک ذره بدی کرده باشی پاداش بدی است. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هر چیزی که در دنیا شما کاری دین حتمی باید چکار میکنین در نزد پروردگار شما پاداش میگیرین. حضرت جلال مولوی جنونی میگوید زراعتگاه دنیا جای کشت است، عبادت قیمتی باقی بهشت است. این دنیا میگه زراعتگاه است. چگونه که شما یک پارچه زمین دارین، در او سبزوات میکارین، در او گندم میکارین، در او دیگر زراعت ها را شما میپاشین و حاصل میگیرین، پیغمبر خدا میگوید انا همین دنیایی که در بالای او شما دور زده ایستاده این به منزله هم پارچه زمین است. هر چیزی که کاری دین
انا همون جزاش منتظر باشید. عبادت قیمتی باقی بهشت است. اون کلیدی که بهشت کشاده میکند، آن جنتی که تمام نعمتها در داخلش دارد، برای کسانی هستند که در دنیا عبادت دارند، در دنیا رنج دارند، در دنیا عذاب و مشقت از حساب اسلام میکشند. انا جنت نصیب اونهاست. هم مبارزه با اسلام میبری، هم دیندار را بد میبینی، هم ملاها را بد میبینی و هم میخوای باز وارد جنت شوی. مولودی که در خانه حاجی گذرانیدید، بعد آن 2 روز دیگر معرکه مینوشی و فسق و فجور گذشت. آیا این در نزد اسلام چگونه است و این حاجی چه حاجی است؟ با احترام مخلص شما، من نمیدانم که هستوی ما در کدام معرکه مولودم نی، بلکه یک معرکه پند نصیحت گذراندیم و بعدش اون حاجی باز معرکه مینوشی کردن، فسق و فساد کردن. آیا مثال چی مکافات دارد؟ هر یک انسان یعنی برای آنه که وای اون شب پند نصیحت تشکیل کرد، چی رحمت الهی در اون خانه ریختگی بود و چی برکات در اون خانه پیدا شده بود، یکی مبادایی که از پسش باز مینوشی شد و یقین داند که تمام اون فیض و برکات از اون خانه برداشته شد، اون ثوابها خط زده شد. در جای او چی می شود؟ عصیان نویسانده می شود. لیکن باور کنین شرمنده باد همون حاجی که در خانه او مینوشی می شود، در خانه او فسق و فساد می شود. وقتی در خانه داملا فسق و فساد شود، در خانه حاجی فسق و فساد شود، در خانه مولویش مینوشی شود، پس از این عامه مردم دیگر چی ماد؟ چی طلب کنیم؟ خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. حیف که خانه این گونه آدم‌هایی که مثال باید در بین جمعیت باشند، مردم از اینها باید عبرت گیرد. السلام علیکم. داملای شیرین سخن برای مردان که لباسهای تنگ می پوشند همه سخن می گفته. یک در باب لباسهای تنگی که امروز جوانها می پوشند، این خیلی بی‌ضررتر است از آنه که دخترهای شما لباسهای تنگ می پوشند. لباسهای تنگی که جوانها می پوشند این بی‌ضررتر است، این بی‌خللتر است از اونه که دخترهای ما و شما لباسهای تنگ می پوشند یا تماما بالاهای سر کشاده ماندن، لباسهای ملی و لباسهای اسلامیشان ترک کردن. اون خطرناکتر است و اون عذاب دارد. لیکن رسول اکرم چند حدیثش از کتاب لباس من برای شما الحال میگویم که اولا همه شما بدانید که لباس خودش یک نعمت است. و لباس چی است؟ لباس، مقصد لباس این است که هم انسان باید برای عورتش یعنی ستر کردنش است و دوم اهمیت لباس همین است که حسن انسان چکار میکند؟ میبرارد. هر یک جوان وقتی یک لباس میپوشد
جمال او، زیباگی او از روی همون لباسش پیدا می شود. از این خاطر باید لباسهای خوب پوشیم. در لباس هامون هم اهمیت دیم که چگونه لباس می پوشیم. امروز باز همون ترغیبات غرب است که در لباس های شما هر گونه صورت های دخترها و صورت های مردها را کشیده روان کرده ایستادند. اونها را شما نپوشین. اونها لباس های شما نیستند. اونها حتی در خانه بودن در نمازهای شما خلل نقصان دارد. در بدن بودن در نماز شما مکروه است. چی زیر پوش شما باشد چی از بالا باشد، هیچگاه همین لباس های صورتدار را در دست نگیرین. حتی که اگر خدا شما را توفیق زیاده داده باشد، حتی همون سلفن هایی که صورت دارند، اینا همش همون ترغیب و تشویق مردم یهود است. این برای بیدین کردن ما، ضعیف کردن ایمان ما و شما این صورتهای لچ روان میکنن که نگاه کنن و اونها مثل یک چگونه که یک دارو را و یک لباس در تلویزیونها رکلام میکنن که مردم همون دیده و هوس میخورد. انا همین رکلام مردم یهود است که اونها را دخترای ما و شما وقتی میبینن درها را عاشق میشوند، میگه چگونه این لباسی زیباست، در حال وای در بدنش میکشد. حتی شما توانین همون سلفنها را در دستان نگیرید، اونها را حتی نخرید، زیرا در اونها خریدن شما گناهگار میشوید. اون 20 درم در گپ نیست، لکن 20 درم عذاب شو بگو در نزد خدا. مر رجل علیه ثوبان احمران فسلم علی النبی فلم يرد علیه، رواه ترمذی. میگه رسول اکرم با پیش یک جوانی با پیش پیغمبر خدا گذشت که لباسی سرخ داشت، هم شلواری سرخ داشت، هم لباس کرته سرخ داشت. با پیغمبر سلام گفت، پیغمبر سلام او را نگردانید. در شرح حدیث میگوید که پیغمبر خدا را از لباس این جوان نفارید، یعنی از پوشیدن لباس سرخ رسول اکرم منع کردند. رسول اکرم دوست می داشتن سفید را، دوست می داشتن سیاه را، دوست می داشتن لباس سبز را. خوبتر و بهترش اینا است، اگرچه در دیگر لباس ها هم صحبت ها هست، لیکن بهترینش رسول اکرم جدا کردن لباس سفید است. گفتند با لباس سفید گفتن حیات خودتان گذرانید و حتی در حالت مردن تانم کفن تانم از لباس سفید کنید. حالا سرشیدگی است. انشاءالله همینجا یک مسجد دو آشیانه در نظر گرفتگی هستیم و زیاده از 1000 آدم انشاءالله در همینجا باید که ما جای کنیم، زیرا که یک زمستان ما و شما گذرانیدیم، چند زمستان گذرانیدیم و چند بهارها را گذرانیدیم. حالت مردم را دیدیم که چهل حالت در نماز خواندند. از این خاطر این خدا برکت بیاد. بعضی برادرهای ما از آن جمله اینجا حاجی عارف هم اشتراک دارند که خیلی یاردم کلانی کردن برای همین مسجد ما. انشاءالله این گونه مخلص ها ما داریم و این گونه جوانهای هستند که خداوند توفیقشان دهد ما را کمک میکنند و این مسجد هم یک آبادی شهر ما و شما می شود. یک آبادی همین مسجد ما می شود. گفتن که همینجا یک یشی گرداندن در کار، خیلی میلش اختیار دارند. السلام علیکم داملای خوشتخن. شخصی که پرسد ساعت چند شد، در این حالت ساعت 1:17 گذشته باشد بگویی که 1:20 شده است. آیا این دروغ است یا نه؟ همون 1:17 گو آخی، همون 1:17 باشد بگو 1:17. در اصل دروغ می شود. وقتی میگو 1:17 هست میگو 1:20 شد، دروغ می شود کو. از این خاطر این گپ در همون 3 دقیقه نیست. گپ در این که میگه الخیر عادتون و شر عادتون و النفس معتادتون. این نیکی عادت است، بدی هم عادت است، لیکن نفس یکی از اینا میگیرد. یعنی وقتی که تو یک بار دروغ گفتی،
الکی برای تو دروغ گفتن آسان می شود، دفعه دیگر هم دروغ می گویی. 2 بار شد الکی برای تو آسان است، دیگر 3م بار و 4م بار دیگر همین تا دروغ گفتن میگیری. وقتی دروغ گفتی رسول اکرم میگه الکذاب لا امتی، دروغگو اصلا امتی من نیست. از این خاطر بهترین صورت شمین است چند باشد همون ساعت برای همون جواب گو. شما اگر تو یک عبده گوی وای نمیخندد یا تو را یگان دشنام نمیدهد، برعکس وای باز وقت چه انیقتر میفهمد چیز جای زلال است. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک سوال دارم. من یک معرکه خرسندی یعنی توی دارم، آیا اجازت هست که بین عید رمضان و عید قربان گذرانم؟ زیرا میگویند که درست نیست. بین عید رمضان و بین عید قربان توی کردن یگان زلالی ندارد، جایز است. یگان جای نقصش هم نیست. اگرچه میگویند این برادر، من فکر میکنم این از همان زنها هست که امروز چی فتواهای نادرستی در بین مردها پاش میکنند، لیکن خداوند مرد را با عقل گفته است، عقل مرد را از عقل زن بالا گفته است. همان مردها الحمدلله امروز شما داملا دارین، امروز شما دانشمندها دارین. از زن در پرسیدن، از مادر در پرسیدن، از یک زن همسایه در پرسیدن، از یک داملا پرسید که آیا درست هست یا نه. یعنی این گونه فتواهای نادرسته که جمعه آینده یک جوان میگوید که مادرم میگوید که اگر کسی که زیر پاش اگر خف کند در زمینهای جنت میلش بد. این فتوای مادرش. همون جوان شاید که بیچاره هیچ روز جمعه دیگر خف نکنه زیر پاشه، که این زمینهای جنت آدم هم میلش مانده است، او یخ است زمینش. این گونه فتواها و این گونه گفتارهای اون زنها در شما اهمیت ندهید. من برای شما یک حکایه میگویم. کسی که همین با گفتار زنش میرود و پیشواها را گوش نمیکند، میگوید خسرو زنی داشت به نام شیرین. با دقت باشین جوانها. خسرو زنی داشت به نام شیرین و بار میگه در قصر نشسته بودند. به ناگاه میگه یک ماهیگیر و پیش خسرو و شیرین گذر کرد و از بس که میگه این خسرو پرویز میگفتند. این خسرو که بسیار ماهی را دوست میداشت و این ماهیگیر گفت برای من یک ماهی ده. یک ماهی کلانی را میگه این ماهیگیر در پیش خسرو گذاشت و خسرو که پادشاه کی بود 4000 تنگه برآورده در دست ماهیگیر داد و ماهیگیر به او دعا داد و پشت گردانید و از قصر میخواست که بیرون شود. زنی او شیرین به خسرو چی گفت؟ گفت شوهر کاری نادرست کردی. این شوهر وقتی که اکو به گپ زن میکند چی جزا میگیرد؟ گفت بسیار کاری نادرست کردی. گفت چی گونه؟ گفت تو یک ماهیگیر گفت در بدل یک ماهی 4000 تنگه دادی. گفت این خیر می شود، زلالی ندارد. گفت اگر فردا یک خدمتگار این قصر تو پیش تو آید و ماهانه طلب کند، تو اگر 4000 تنگه به او دی، میگوید ای خسرو من در نزد تو قدر همان مثل همان ماهیگیر قدر داشتم که 4000 تنگم دادی. اگر کم دهی میگوید نخواه که من قدر همون ماهیگیر در نزد تو قدر نداشته باشم. خسرو در حال در این گپی زن میگه شگفته شد و گفت راست میگویی. گفت من الکی مال را تسلیم کردم، بی ادبی میشود که وی خیرات کرده و از دستش باز 4000 تنگه را گیرم. گفت نه، گفتی را یک کار میکنیم، الحال فریادش کن و با او بگو که این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده.
اگر گوید که نر است بگو برای من ماده در کار، اگر گوید ماده هست بگو نر، من ماهی نر میخورم. این صیاد که آدمی زیرک بود، در حال وقتی که فریاد کرد گفت ای صیاد، گفت ای ماهیگیر، این ماهی که نزد ما گذاشتی نر است یا ماده؟ گفت خسرو گفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند، این ماهی که من نزد تو گذاشتم این خنثا هست، نر و ماده هست. بسیار آدمی زیرک بودند. خسرو خوشش آمد، به نهایت مثل شما وری خنده کرد و گفت خزینه دار گفت 4000 تنگه دیگرش تین. گفت 4000 تنگه دیگر را گرفت. تنگه های اون چنخه مثل آهن بود. 8000 تنگه شد. بالای گردن بار کرد و خواست از قصر بیرون شود که یک تنگه همون میگه در زمین زد و همون 8000 تنگه را با همون وزنین در زمین میگه گذاشت و یک تنگه را گرفت در جیبش انداخت. باز خواست که در پشتش بار کند که این کاری او هم به شیرین خوش نآمد، به زن خسرو. خسرو گفت این صیاد بین چی عملی نازشتی دارد. 8000 تنگش دادیم، یک تنگه که در زمین افتید همون خم شده گرفت، نگذاشت که یک غلام تو همون تا میگذرد همون را گیرد. خسرو گفت در اصل گفت اینقدر آدمی ممسک بود است. فریادش کرد گفت اینجا بیا. گفت صیاد من تو را 8000 تنگه دادم، اینقدر وزنی نگفت، برای یک تنگه شده او را در زمین پرتافتی و یک تنگه را گرفتی، یک رحمی در وجود تو نبود. گفت خسرو گفت خدای مهربان گفت را غیرت زیادر بگرداند. تو میدانی که من برای چی این یک تنگه را گرفتم؟ گفت برای چی گرفتی؟ برای گفت در این تنگه صورت شما هست و در این طرفش گفت نام شما هست. من نگذاشتم که اگر این در زمین باشد این بی حرمتی می شود، نفر او را مثال زیر پا کند. خسرو باز خوشش آمد، گفت 4000 تنگه دیگر دهید. گفت 12000 تنگه این صیاد از پشت مصلحت زنش زلال دیدند و چی گفتند؟ گفتند وای به حال کسی که با گپ زن چکار میکند، رفتار میکند، در عوض 1-2 زلال میبیند. از این خاطر از شما هم خواهش میکنم که هر یک مسئله که شما میپرسین از پیشواهاتون پرسین. زنهای شما نه مدرسه خوانده است، زنهای شما نه آیت میفهمند، زنهای شما نه حدیث پیغمبر میفهمند. اونا چی میدانند که بین عید رمضان و عید قربان توی کردن درست است یا نه؟ لیکن من به شما میگویم که اگر این گونه توی‌هایی که این برادر حاجی کرده است، از عرق نوشی باشد، از رقاصه باشد، از فسق و فساد باشد، از سخنهای لهو باشد، در تمام سال کردن این حرام است، نه یک بین عید رمضان و عید قربان. تمام سال ده اگر شما کنین برای شما چی است؟ گناه پیدا میکند. خلاص. السلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم. آیا در توی آیت خواندن درست است یا نه؟ یا ختم قرآن کنم؟ زیرا میگویند که در خرسندی آیت خوانی مصیبت میاره. آفرین. عرق دادن مصیبت نمیاره. در $300 و $500 یک دختر فاحشه در بین حولی ما و شما پا میزند، مصیبت نمیاره. $1000 $2000 در یک سراینده از کیم کدام مکان گرفته میاریم، مصیبت نمیاره. دخترها را فتح میپشانیم پیش حضرت امیرجان میبریم، مصیبت نمیاره. معرکه های سیرخراجات و بی‌معنی که در خانه های ما و شما رخ میدهد، اینا مصیبت نمیارن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت میاره. خودتان مقایسه کنین، مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟ خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است، خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است، خوش به حال آن برادری که در خاندان اون ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند.
پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکر الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. در کدام خانه ای که اگر توی شود، در کدام خانه ای که اگر نکاح شود، در کدام خانه ای که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزی که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبر خدا گفتند اونها نعمتهای حلال کرده را نخوردند، اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردند، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتند. در معرکه‌ای که اگر یاد خدا نشود، در معرکه‌ای که اگر یک حدیث پیغمبری خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند و او انسانی که $1000 و $2000 ده این نعمتها را برای مردم خریده است و گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است و در نزد خدا اجر ثواب نمیگیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانید خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره 30 شاید اکثر شما دانید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. البته به البته اینجا نون ثقیله میگوید، نون تأکیدی است. ثم لتسألن، البته به البته خداوند در روز قیامت شما را از این نعمت ها میپرسد. عن النعیم، از این نعمت هایی که میخورین خداوند شما را میپرسد. ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شاه مفسران، در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمت ها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدن کدام نعمت هاست؟ حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دستها، اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم از برای دیدن آیات قدرت است. بیایید یک نظر کنیم که همین نعمتهای خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق فساد است یا برای یگان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها. شما میگوید با این چشم این آسمانی بیکنار تماشا کنین، شما با این چشم این آسمانی بی ستون تماشا کنین، شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند و یکدیگر قطع حرکت دارن با یکدیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنین. با این چشم شما این بحرها را نظر کنین که این قدر حیوان ها در داخل او رزق روزی یافته خورده ایستادند، اینها را شما نظر کنین. این چشم برای او هست. میگوید این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینها باید آیت قرآن شنوند، اینها باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم، این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود، چی میگوید؟ هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمیبیند، آن گوشی که حقیقت را نمیشنود، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. وای کور است، وای کر است، بلکه از اونم دیده پستر است. خدا در قرآن میگه، سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است، اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینها اولئک کالانعام، انعام گفته چارپا را میگن، اینها گو مثل چارپایان هستند.
بل هم اضلوه، اینا از چارپایها هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنند اینا از حیوان هم دیده پستر و در غفلت هستند. خدا میگوید البته در تویخانه آیت خواندن مصیبت نمیارد، بلکه این کارهای ناروا و نادرست و این معرکه های سیر خراجات و سیر اسراف شما برای شما مصیبت میارد. یک مصیبت شمین است که شما را قرضدار میکند، دیگر مصیبت شمین است که فرزندهای شما را در بدر کرده است، بیچاره در ملکهای غریبی کار کرده ایستادند.